کل تست واکسنش بیبید پی افراد چون اینو منش بی تو این آشفتگی برنامه ما با این نبودش امتبر از بودنش بیداد بیدام. چی داری میخونی واس خودت؟ چی داری میگی تو؟ دکتر اونجا که کلام باز میمونه موسیقی آغاز میشه. با زبون موسیقی گفتم که بهتر برنامه رو تموم کنیم. هنوز شروع نکردیم که تو داری خداحافظی میکنی. هنوز دعوای آخرمون مونده ناکس. آیا دکتر میگم اینو به عنوان برنامه آخرین برنامه اختصاص بدیم به خداحافظی، چون از هفته بعد دیگه نه من هستم نه شما که بخوایم برنامه داشته باشیم. چی شده؟ چه خبر شده دوباره؟ قرار تست انسانی واکسن کرونا ساخت نظام انجام بشه. سخنگوی وزارت بهداشت قسم خورده که به مردم دروغ نمیگه. اگه اینو نمیگفت این همه نمیترسیدن. نه ترس، به جای واکسن آب مقطر غالب میکنن. بعد این همه سال تو باید اختراعات نظام دستت اومده باشه. ولی موفقی همیشه میفهمودن بزن بهادر عرض میکردن بله میفهمودن که چند تا استاد دانشگاه رو بردن فرودگاه نشوندن توی هواپیما، گفتن این هواپیما ساخت دانشجوی خودتونه، میخوایم آزمایشی باش پرواز کنی. همه استادا از ترس پیاده شدن ده فرار. از همه واردتر نشست سر جاش تکون نخورد خون سرد. پرسیدن تو اینقدر به دانشجوهات اطمینان داری؟ گفت نه هواپیمای ساخت دانشجوی من اصلا روشن نمیشه، چه برسه بخواد پروازم بکنه. روشن شد یا بدم یه تست انسانی سرت بیارن تو وزارت بهداشت. دکتر حالا اومدیم یه احمقی سلامی یه چیزی ریخت تو آب مقطری که میگی وقت چه خاکی تو سرم بکنه. اینو راست میگی، استراتژیکی صحبت میکنی. این سلامی مشهد خودشو قاطی همه کار میکنه. یهو دیدی گفت قاطی دکترا میرم میکنم دیگه. به مشهنگه گفتن اسم 5 تا پرنده رو بگو، گفت عقاب، شاهین، پرستو، گنجیش، خر. گفتن خر که پرواز نمیکنه. گفت اختیار داری خر دیگه. دیدی رفه میلش کشید پرواز بکنه. آره دکتر بعضی جاها وقتی یه پل درست میکنن موقع افتتاح پل میان دستن در کاره ساخت پل رو جمع میکنن میبرن زیر پل، بعد رو پل وسایل نقلیه سنگین رد میکنن که اگه پل نکشید و خراب شد بریزه رو کله اینایی که پل رو ساختن. حالا برای واکسن ساخت نظام نظر شما چیه؟ از همه کارا بکنیم که بفهمیم واکسن امنه؟ این که دیگه سوال لازم نداره، همیانا تو زبون مردم داره میچرخه. میگن اول واکسن رو بزنید به مقام عظما و روحانی. اگه نمردن واکسن امنه، اگه مردن مملکت امنه. روشن شد یا بفرستم دنبال واکسن و امنیت مملکت. دکتر مقامات نظام میگن علت این که واکسن حاضر و آماده و امتحان شده نمیخریم اینه که تکنولوژی آوردنش تا اینجا رو نداریم. یخچال ویژه میخواد. من نمیگم ولی میترسم براندازا برامون دست بگیرن که احمق اگه تکنولوژی آوردن واکسن رو نداری غلط کردی میگی تکنولوژی ساختشو داری. انگار یکی این ماشین رو مثلا بگه که ماشینا رو نمیتونم بخرم چون که اگه بخرم نمیتونم بیارمش خونه، تصمیم گرفتم یکی واسه خودم بسازم. دکتر نمیشه به جای ماهواره بر یه یخچال بر بسازیم که بشه واکسن رو توش نگه داشت؟ تو لازم نکرده مطلق بپرونی. این روزا عضو به اندازه 6 برابر ظرفیتش مطلق شنیده. بعدیش مطلق نیست. یه سوال منطقی برای خودم پیش اومده. ما که تکنولوژی جابجا کردن واکسن رو نداریم، اگه یه روزی بر فرض محال خودمونم بسازیمش نمیتونیم ببریمش جایی، باید همونجا تو آزمایشگاه نگه داریم، آدما رو از همه جای کشور جمع کنیم بیاریم اونجا واکسن بزنیم بهش. اگه نظام واکسن ساخت من برات همه آدمای کشور رو میارم تو همون آزمایشگاه جا میدم، شبم همونجا میخوابونم. حالا یه بسیجی شیرین مغز پیشنهاد کرده که همین کارو با واکسن آمریکایی آلمانی بکنیم. همه آدما رو بفرستیم با اون کشتیه که میفرستیم ونزوئلا، خب برن واکسن بزنن برگردن. هم رابطمون با آمریکا و آلمان خوب میشه، هم آدما یه گشتی میزنن دلشون راحت میشه، هم روحانی سر حرفش وایساده و دروغش در نمیاد که میخواستیم واکسن بزنیم ولی تکنولوژی اوردنشو نداشتیم. این بسیجی که این حرفا رو زده ردی هم ازش
نگهش داری؟ میخواین با کف گرگه همچین بزنین که شکمش رو آسفالت خط ترمز بده؟ نه اتفاقا میخوام تشویقش کنم، چون حرفاش از حرفای اون نمکی مشنگ وزیر بهداشت با خود حاجی روحانی خیلی عاقلانه تره. آی تو پس کف گرگیتون رو نگه دارین واسه همینایی که گفتین تا بریم سر سوالات بعدی. این داستان FATF دست از سر نظام ور نمیداره. چرا دوباره دعواش اومده رو؟ الان بازم مجمع تشخیص مصلحت و مجلس و دولت و اینا همه پاچه همدیگه رو میگیرن. چرا مقام عظما کاری نمیکنن که این اختلاف حل بشه؟ اولا دعوای FATF هیچ وقت نرفته بود کنار که الان دوباره بخواد بیاد رو. دومندش مقام عظما حل اختلاف بکنه. تو گرفتی بارو بابا، واکسن نمکی رو نکنه زدی که اینجوری ازیون میگی، مثل خودش داری صحبت میکنی. قربونت عظما از اول دعوا یه طرف دعوا بوده، هر جام که جست آشتی دادن گرفته از اون پشت مشتا یه کارهای دیگه داشته میکرده. مرحوم عبوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن باباه به پسرش گفتش که چرا بو سیگار میدی؟ پسره گفتش که چون سیگار کشیدم، چون بیکارم، چون افسردم. باباه بغلش کرد، پسرم عین فیلم ها همینجوری سرشو گذاشت رو شونه بابا، اما بابای آنچنان با زانو زد تو شکمش که سیگار کشیدن از یادش رفت. دکتر ابر استراتژیست بلا منازع، تو که فک مقام عظما رو گذاشتی کف دستش. من گذاشتم کف دستش؟ 1 ساعت دندون رو جگر گذاشتم بلکه این بدبخت فلک داده ولش کنی. من 15 سال دندون رو جگر گذاشتم. آخه این چه کاری؟